بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان گرامی، درباره هجرت حبشه صحبت میکردیم و هجرت حبشه اول در آن 14 نفر هجرت کرده بودند و بعضی واقعه شد که اونها مجبور شدن به مکه باز کردن. چی بود این واقعه؟ در مکه چی واقعه ها رخ داد؟ یکم واقعه این اسلام آوردن حمزه بود، اما که پیامبر یک ابرمرد بود، یک مرد نیرومند بود و یک مرد به اصطلاح خیلی بانفوذ در قریش بود. و دومش عمر ابن الخطاب رضی الله عنه که اون یک شخصی بانفوذ و یک ابرمرد و یک شخص نیرومند بود. اسلام این دو نفر برای مسلمانان خیلی یک نیروی نو و نیروی توزیع بخشید. تا ابن مسعود رضی الله عنه میگه که ما زلنا اعزا مذ اسلم عمر، یعنی از همون زمانی که عمر اسلام آورد ما دیگر عزیز شدیم، ما دیگر با آبرو شدیم، ما دیگر با نفوذ شدیم، میتونستیم کم کم صدا بلند کنیم، میتونستیم عبادات خودمون آشکار به جا بیاریم. اما غیر از این دو حادثه برادرها، با یک حادثه مهمی دیگری شد که آن رمضان سال 5 بعثت بود. رمضان سال 5 بعثت پیامبر در اطراف کعبه قرار داشتند و همراهشون یک جمله از مؤمنان بود و یک انبوه کلانی از کافران از اونجا وجود داشتند و پیامبر خواستند که این فرصت را استفاده برده آنها را به اسلام دعوت کنند باز، چون که وظیفه پیامبر این همیشه تبلیغ کردن مردم و مردم رساندن دستورهای الهی هست. و پیامبر چنان آنها را زیر تاثیر خود گرفتند، یعنی یک آیاتهایی را خوندند که آنها از حلاوت اون آیات یعنی که خود را میتونن گفت باختند. این آیات ها در سوره نجم است. الله تعالی میگه و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. یعنی به همین منوال پیامبر میخوندند و میتون گفت که به طورهای عصبی اونها بازی میکردن، به معنای اون که اونها رو زیر تاثیر خود، زیر نفوس خود، احساسی اونها رو زیر نفوس آیات ها میگرفتن. به درجه اونها به احساسی اونها تابع گفته های پیامبر شد که حتی پیامبر که به اصطلاح خدای اونها رو زیر تنقید کشیدند و سرزنش کردند، در چون که در آیات آمده است افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. یعنی گفتن که شما آیا لات و عزی را دیدید و منات که اون سومون این خداهایی است که شما دعوای خدا کشه دارید؟ چرا شما برای خود پسر را انتخاب کرده اید و برای خدا دختر را؟ یعنی مشرکان میگفتن که فرشته ها دخترای خدا هستند. مادامی که شما پسر را بر دختر فضیلت میبخشید و پسر را از دختر بالا میدانید، چرا به خدا دختر اعتقاد دارید شما؟ این یک تقسیم بندی خیلی بی‌عقلانه هست، احمقانه هست از طرف مشرکان. بعد گفت این نام هایی که شما گذاشتید از پیش خود یا باباهای و پدرهای شما گذاشتند، این نامهایی است که الله تعالی آن را نازل نکرده است، این از پیش خود گذاشتند، این یک بدعت شما هست و الله تعالی آنها را زیر مذمت میگیرد. و اینها با وجود این خاموشانه بدون یگان حرکت این آیات ها را گوش میکردند و چه خیلی گفتیم زیر نفوذ پیامبر موندند. بعد پیامبر باز آیات ها را خواندند تا اینکه در آخرین جمله های آیات آمدن گفتن که ازیفت الازیفه لیس لها من دون الله کاشفه. نزدیک شد قیامت. ازیفت الازیفه یعنی که اون چیزی که وعده شده است با شما نزدیک است، نزدیک شد که مدت او را، آمدن او را جز الله تعالی کسی دیگری نمیداند. بعد از اون پیامبر علیه السلام دوام دادند، آیات را گفتند که افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. چرا شما شگفت زده میشوید وقتی این آیات ها برای شما خونده میشود؟ چرا شما میخندید؟ چرا این را به مضحکه میکشید؟ باید که شما گریه کنید. بعد الله تعالی در آخر آیات میگه که فاسجدوا لله واعبدوا، پس سجده کنید به خدا و او را پرستید.
وقتی که این آیت رو خوندن پیامبر و همه مؤمنان به سجده رفتند، این چنین همون مشرکایی که اونجا یعنی خیلی گفتیم سخنی حلاوت بخش قرآن، سخنی زیبای قرآن اونها رو زیر سیطره خودش گرفته بود، اونها خواه ناخواه به سجده رفتن. تا حتی میگن که متکبرترین و بزرگمنشترین اونها یک کف خاک گرفتند و به پیشانی‌هاشو چسبوندن به عنوان سجده. یعنی میتون گفت که خبر یک برقوار در مکه و اطراف مکه پخش شد که قریش ایمان آورده است. این چنین این خبر به حبشه رفت. این خبر وقتی به 14 نفر به حبشه رسید، اونها به مکه بازگشتند و روزانه آمدند به مکه ندر آمدند و منتظر شدند تا شب شود تا یکی از اونها درآید و فهمد که آیا این خبر درست است یا نیست. یعنی اصلا این رو باید در حبشه میکردند، اما متاسفانه اونها به اجازت از اونجا برآمدند، به مکه آمدند و همین حالت واقع شد. وقتی یکی از اونها در اومد دید این گپ دروغ بوده است، این گپ یک آوازه بیش نبوده است، شاید که خبر انسانی که خبر رو نقل کرده بود خطا نقل کرده بود، شاید که اینها خبر رو خطا فهمیده بودند، چیزی شد که نافهمی شد. خلاصه بین خودشون مصلحت کردن که چیکار کنیم دیگر. اونها با 3 گروه تقسیم شدن. یک گروه گفت که ما باز میگردیم به حبشه، گروه دیگر گفت که ما بعضی کارهای داریم در مکه، اون کارهای خود بود میکنیم بعد مکه میریم به حبشه. سوم گروه قرار کرد که زیر حمایه انسانهای بزرگ، یعنی که انسانهای با نفوذ مکه وارد مکه شوند، از جمله عثمان بن عفان داماد پیامبر همراه عائله‌شون رقیه بود. این هر دو اولین مهاجر در راه الله تعالی هستند در اسلام. و اینچنین عثمان بن مظعون زیر حمایه ولید بن مغیره وارد مکه شد. ببینید برادرها، این دو حادثه چه خیلی گفتیم، اسلام حمزه و عمر و حادثه ای که مشرکای مکه سجده کردند، مسلمان‌ها رو وادار کرد تا اینکه مکه بازگردن به گمان اون که گویا که مکه دیگر شهر اسلام شد، دیگر همه مسلمان شده. اما خبر دروغ اومد، اونها مجبور بازگشتن. اما مشرکای مکه وقتی بازگشت عثمان بن عفان و عثمان بن مظعون دیدن، یعنی اونها درک کردن که اونها که به حبشه گریخته بودن آمدن و بعضی دیگرشون بازگشتن، دیگر آواز همونجا پخش شد. مشرک‌ها یک چند دسته قانون‌های غیر انسانی خود را قبول کردن اونجا. از جمله قانونایی که قبول کردن این منع سفری بعضی از شخصیت‌ها، یعنی علاوه این منع سفر اینجا البته مسلمان‌ها بودن. بعد از اون در هر درآمد برآمد مکه پاسگاه‌ها یا بلاک پست‌های گذاشتن تا اینکه انسان‌های هجرت کننده رو دستگیر کنند و برند به زندان مکه. و سوم قرارشون بود که انسان‌های شبهه‌ناک رو پیگیری کنند. یعنی این 3 قرار رو گویم که مشرک‌ها قبول کردن. شاید دوستای عزیز ذهن ما یک فکر باید گوییم که خیلی این گروهی که یاغی بود یا شورشچی های مکه، مثلا مسلمانان رو اگر گویم که شورشچی بودن بالفرض، خب اینها دیگر هجرت کردن به حبشه، باید مکه که خرسند شدن. خیلی انسان‌های گنده برآمدن، انسان‌های بد برآمدن رفتن از وطنشون، دیگر انسان‌های خوب موندگی. این شاید ذهن ما آید. اما مشرک ها کافر رو اینطور فکر نمیکردن. یعنی اونها میتونم گفت یک بسیار انسان‌های دوربین بودن، میتونم گفت استراتژیک بودن، یعنی که پراگماتیک بودن. اونها انسان‌های اونها میگفتن که این مؤمنان وقتی که اونجا هجرت میکنن به حبشه، اونجا میرن نیرومندتر میشن، باز میان به مکه. این یعنی طرز تفکیر اونها بود. میگفتن که اینها میرن با قوت میشن و باز میگردن. بعد گفتن که اینها انسان‌های صاحب عقیده هستند. یعنی اونها رو چیزی که تحریک میدهد این اقتصاد نیست، اجتماع نیست، منصب نیست، وظیفه نیست. اینها رو که ایده یا که ایدئولوژی اینها رو عقیده اونها رو تحریک میدهد. برای انسانی که صاحب عقیده است هیچگاه خاموش نمیشه. مسلمان ها وقتی که حدیث ها مثلا سخنان پیامبر میگفتن و پیامبرم در اولین دعوت خودشون گفتن که بعثت الیکم خاصه و الی الناس عامه، من برای شما خاصتا فرستاده شدم و برای عامه مردم، تمام انسانیت و بشریت فرستاده شدم. یعنی اینها رو مشرکای مکه درک میکردن، میگفتن که اینها در فکر آینده چیزن، در اونجا یک پایگاهی ساخته، بعد همچون یک پایگاهی بدیل از پایگاهی مکه میشود و در حالتی در مکه نابود شدن مسلمان ها اون پایگاه به حرکت می‌دارد و این وظیفه محمد رو که رساندن دین به تمام بشریت است اونها اجرا میکنن. این دویا نمود تفکیر اونها بود.
سه میفتن که احتمال است که این مؤمنا علاقه بین ما و بین حبشه رو خراب میکنند، ویران میکنند، علاقه سیاسی ما ویران میشه. بسبب چی؟ بسبب که اونایی که هجرت کردن چه خیلی گفتیم اکثرا اشراف زاده و همون فرزندای اریستوکرات های مکه بودن. وقتی که اونها میرند و اخلاق خود نشان میدن، وقتی نجاشی اونها رو میبینه که نه انسان عرقخور است، نه سیگارت کش است، نه زنک باز است، نه فاحشه باز است، نه نامعقولی میکند، میگه این مکه چه خیلی انسانی که همه خیلی انسانای زیبا و همه خیلی انسانای تازه، همه خیلی انسانایی که از حرام دوره اینها رو از خودشون راندن. یعنی نجاشی هم درک خواهد کرد که اینها انسانهای دیگر هستند و احتمال است که علاقه سیاسی با قریش کنده بشد یا که علاقه سیاسی با قریش و علاقه اقتصادی نیز با قریش متشنج خواهد شد. احتمال از همه بدتری که در اون فکر مکه گفت میفتن که احتمال است که حبشی ها مسلمان شوند. وقتی مسلمان شدند و دولت است، لشکر دارد، لشکری منظم دارد، مسلمان ها احتمال دارند که اولین جایی که میخوان انتقام گیرند و اونها رو زیر سیطره گیرند این مکه هست، وطن خودشون است. میتونند که حبشی ها رو اسلام دعوت کنند، مسلمان کنند، بعد لشکر اونها استفاده برده مکه رو از دست ما گیرند. در ذاکره اونها، در خاطره تاریخی اونها بود، بیشتر یک گماشته حبشه قریب بود مکه رو استیلا میکرد. در نظر دارم واقعی فیل رو اونها این رو میدونستن که حبشه یک دولتی با قدرت ابرقدرتی است، یک امپراتور هم بود، چون که اطراف و اکناف دولت خودش زیر نفوذ خود نگاه می‌داشت. هم بعضی گیم که اندیشه های همون قریش ها بود این چیز. بعد اون که قریش چنین بود اندیشه رام خیلی گفتیم قرار قبول کرد که ممنوع السفرن، حقی برآمد ندارن، مسلمان رو برآمدن نموندن، در هر جای مکه پاسگاه موندن. بعد یک وسیله دیگر، این وسیله انسان عاجز است، انسان ناتوان است، باز همون شکنجه رو بالی مسلمان ها شروع کردن، باز مسلمان ها رو عذاب دادن. بنابراین پیامبر علیه السلام قرار هجرت دوم رو گرفتند و با این دور 83 مرد و 19 زن هجرت کرد. این هجرت در حقیقت هجرت دوم حبشه یا هجرتی بود که کیان اجتماعی مکه را به تحریک در آورد. مکگی رو میتونم گفت به تفکیر عمیق وادار کرد. چرا که از خانه های بزرگان اونها انسان ها هجرت میکردن. حبیبه دختری ابو سفیان که یک شخصی بود که دشمنی سرسخت اسلام، ابو حذیفه پسری عتبه بن ربیعه همون جنایتکاری که با پیامبر سودا کرد و گفت که اگر خواهی تو رو پادشاه میکنیم، خواهی که برای تو پول میتیم، خواهی برای تو زن میدیم، فقط از دعوتت دست کش. پسری همون گریخت، یعنی انسان با نفوذ، یک انسان افطاریتی مکه بود. این که سهیل ابن عمرو 3 بچهش، 2 دختر 1 پسرش هجرت کرد. نضر ابن حارث اون جنایتکاری که میتونم گفت وزیر رادیو و تلویزیون مکه بود، پسرش هجرت کرد همراه مسلمانایی که به حبشه هجرت کرد. و اخیراً هشام ابن عاص، پسر عاص ابن وائل که دشمن سرسخت پیامبر بود و پیامبر به لقب دنبوریده خطاب میکرد، پسر اینم هجرت کرد. تصور کنید این انسان ها، این اریستوکرات ها یک پگاهی میخزن که اینش دخترش نیست، اینش پسرش نیست، اینش دودرزادش نیست، اینش جیانش نیست. یعنی با وجود اون که قریش اینقدر تدبیرهای امنیتی پیش گرفته بود و اینقدر بلاک پست ها داشت و پاسگاه ها داشت، نتوانست که پیش راهی این 83 نفر مرد و 19 زن را گیرد و آنها توانستند اخیراً به حبشه هجرت کنند. سوال: آیا قریش تسلیم شد؟ آیا قریش دست برداشت؟ یعنی وقتی مسلمان ها به هجرت به حبشه رفتند، تقریبا 100 و چند نفر شدند دیگر، 83 نفر و 19 نفر. وقتی اونها رفتن دیگر کافرها گفتن خلاص ما الحمدلله اینا خلاص شدیم، دیگر از محمد و از یارای محمد خلاص، از محمد و یاراش خلاص شدیم، دیگه اینجا مونده یک توده کم است، اینا نیرو ندارن، نصف میشن میرن، نابود میشن. نه، خیلی گفتیم اونها یعنی که یک چند نمود اندیشه داشتن، میترسن که مسلمانان اونجا نیرومند بشن و باز میکردن. بنابراین یک هیئت نمایندگی تشکیل کردن با سرداری عمرو بن العاص که یکی از انسان‌های دیپلمات بود و در گفتار و رفتار خودش خیلی اسلوب‌های میتونم گفت مکارانه رو استفاده می‌برد. بنابراین او رو همچون رئیس هیئت انتخاب کردن و غیر از این با نجاشی نزدیکی داشت، دوستی داشت، رفت آمد داشت، او رو میشناخت و عمرو بن العاص هدیه‌های با خود گرفت و روان حبشه شد برای استرداد این مسلمان ها، به اصطلاح خودش برای استرداد این یک چند نفر یاغی و سرکش و شورشچی. ببینید چه خیلی انسانی دیپلمات بود، چه خیلی انسانی حیات دیده بود. وقتی که وارد حبشه شد اول رفت
برای وزیرها هدیه‌هاش داد، وزیرای نجاشی. برای پاتریارخ و پاپای نجاشی هدیه‌های خودش داد. اونها رو به اصطلاح دهانشون رو بست یا اینکه پاره داد تا اینکه در نزد نجاشی طرف عمرو بن عاص شدن. اونا هم دیگه که پاره گرفتن، رشوت فساد زده که بدن، رشوه رو گرفتن و طرفداری که عمرو بن عاص آمادگی خود رو اظهار کردن که او رو طرفداری خواهند کرد. ببینید عمرو بن عاص هم انسانی گرنگ بود، خیلی تو یک داهیه عربی بود، یک داهی بود، انسان خیلی دانا بود. نزد شاه در آمد و گفت ای شاه، یک چند جوانای به عقل ما به مملکت تو پناه بردن. یک. بعد گفت از دین قوم خود جدا شدن. دو. در دین تو هم نیستن. سه. یعنی اینجا عمرو بن العاص نجاشی رو علیه مسلمانان شورانده ایستاده است که اینا یک دین نو برادر که نه دینی ما هست نه دینی شما هست. یعنی که این به تو دلسوزی نکن به این قوم که اینها در دین تو هم نیستن. بعد گفت این خودش برای اون که میسی خودش و رسالت خودش معنی داد، نشون دادن و برو گفت که من فرستاده اشرافای مکه هستم. اشرافای مکه علیگرخا رو فرستادند تا اینکه فرزندای آنها رو بازگردانم برای آنها. یعنی میتونم گفت که اگر به زبان دیپلمات یا سیاست گوییم یک نمود تهدید کاغذ پیچ بود. یعنی وقتی که من از طرف اشراف مکه آمدم، اگر از این طلب اشراف مکه جامعه عمل نپوشد، احتمال است که علاقه اقتصادی ما و علاقه سیاسی ما خدشه‌دار شود. وقتی که امر این سخن رو گفت، دیگر اون انسانایی که دهنشون محکم بود و پاره ها رو گرفته بودند و به اصطلاح مردم ما لباشون دیگر کلوخ مالیده بودن، گفتن راست میگه، اینا رو باید سپارید، اینا جنایتکارن، اینا از قوم نه دینی ما هستن نه در دین قوم خودشون هستن، یک دین نوی برآوردن. اما برادران، نجاشی یک انسانی عادل بود، عدالت پیشه بود، عدل و داد را به جا می آورد. گفت من تا از اونها نشدم اونها رو نمیتونم که از این وطن من گسیل کنم. باید از اونها شنید اونها چی عقیده دارن، چی نمود دین از دین اونها. مسلمانان بین خودشون جمع شدن، یک نفر رو انتخاب کنند تا اینکه در نزد نجاشی تواند که فکر آنها را رساند. بهتون گفت که این مردی که آنها انتخاب کردند جعفر ابن ابی طالب بود. یه مردی که از آل پیامبر است، از خاندان پیامبر است و پیامبر هم او گفتن که اشبهت خلقی و خلقی. ای جعفر، تو هم خلقتت هم اخلاقت و من مانندی دارد، تو من به از این جهت مانندی داری. و معلوم است که جعفر از جهت خلقی هم با پیامبر مانندی داشت. بعد اینجا اینها جعفر وقتی نماینده کردن، جعفر نزد نجاشی در اومد. نجاشی گفت خیر، شما چی دین داره؟ شما چی مقصد دینی نو برآورده که قوم شما از شما راضی نیستن؟ جعفر هم برادر میتون گفت که یک چند تیر به سوی عمرو بن عاص زد، چون که عمرو بن عاص وقتی سخنش رو شروع کرد همش میتون گفت یک تیرهایی بود که به سوی مسلمان ها روانه کرده شده بود و میخواست که توسط آن دیگر مسلمان رو در چشم نجاشی مجروح کند. و جعفر نیز سخن خودش را شروع کرده، گفت که ایها الملک، ای شاه، ما در جاهلیت بودیم، بت پرست بودیم، حرام خور بودیم، زناکار بودیم، فاحشه بودیم، قطع رحم میکردیم، یعنی به خویشتوار رابطه نداشتیم، همسایه‌مون رو معامله بد میکردیم، زورهای ما، انسانای زوری ما کمزوری ما رو نابود میکرد. این یکمین تیر است. یعنی که اینجا گوییم که عاطفه و احساسات نجاشی را جعفر گوییم که به تحریک در آورده شده است، چون که این پادشاه عادل است، ظالم نیست. برای ظالم از همه چیز گنده همین چیزهایی که ما نقل کردیم. همچنین از جهت دینی، یعنی که نصرانیت هم علیه بت پرستی است. گفت که ما بت پرست بودیم، حرام خوری در نصرانیت هم حرام است و همین چیزها را به میان آورد و گفت تا اینکه خداوند برای ما پیامبر فرستاد که ما نسب او را میدانیم، امانت او را میدانیم، صداقت او را میدانیم. یعنی اینجا یعنی که پیامبر رو به سه جمله معرفی کرد، نسبش گفت، چون که پیامبر همیشه نسب میانه قوم خودش رو میآیند، یعنی نسبی که آبرومند است در قوم تا اینکه طعنه زد نشوند و امانت دارن و صداقت دارن. بعد از اون گفت دعوت به سوی خدا کرد، به سوی خدایی که شریکی ندارد، خدایی که یگانه هست و ما رو دعوت به راستگویی، به امانت،
با سیلی رحم یعنی رابطه خشتباری رعایت کردن، با حسن جوار یعنی به همسایه‌ها نیکی کردن و غیره از احکام اسلام برای نجاشی گفت. یعنی ببینید این دیپلماتی جعفر ببینید که اول اونها رو سیاه کرد، سیاه نکرد، اصلا چیزی که واقعیت بود همون رو گفت، اونها جاهل بودن، حرام می‌خورده این و اون فلان. بعد پیامبر اومد و ما رو به این چیزها دعوت کرد، عبادت خدا یگانه و یعنی که نور، یعنی که بجای همون چیزی که بود آلترناتیو تقدیم کرد برای شنونده. بعد گفت ما هم پیامبر رو تصدیق کردیم، گفتهاش تصدیق کردیم، در حیات خود ما تطبیق کردیم که قوم ما دشمنی بر ضد ما رو شروع کرد، ما رو شکنجه کرد، باری ما زوراوری کرد، شکنجه کرد، زندان کرد، ما رو بی‌وطن کرد. وقتی اینکه بزد یعنی خیلی گفتیم به احساس نجاشی که میخواست سیطرت کند و او رو میخواست که درست فهموند. نجاشی هم انسان عادل که بود این سخنها او رو به حرکت، خصوصا میتون گفت کلمه شکنجه برای یک انسان عادل شکنجه یک کاری بسیار پسترین است، بنابراین نجاشی نمیتونه این طاقت کنه. بعد در اخیر گفت همنا زوراوری کردن، ستم کردن تا اینکه مجبور شدیم ترک وطن کردیم و وطن تو رو اختیار کردیم و هم جیواری تو رو اختیار کردیم و تو رو بهترین انسان یافتیم و به تو پناه بردیم. یعنی اینجا جعفر چاپلوسی نکرد، حقیقت گفت، چون که پیامبر گفته بودن که اینجا پادشاهی است که در نزد او کسی ظلم نمی‌شود و جعفر هم همون چیزا آشکارا گفت برای پادشاه. بعد وقتی اینکه بشونید دیگر نجاشی گفت هی جعفر گفت یگون چیزی از آیات‌های قرآن برای من خوان، گفت همون کتابی که برای پیامبرت آمده است. ببینید اینجا گویم که میتونم گفت دیپلماتی که موفق است آیاتی موافق رو انتخاب کرد، آیاتی که یعنی اونجا میتونم گفت که یک چیز عمومی بین مسلمان ها و نصرانی ها هست، این ایمان به پیامبرها و خصوصا اون چیزی که تعلق داره نسبت به عیسی علیه السلام. جعفر بن ابی طالب انسان زیرک بود، شروع کرد با خواندن سوره مریم که یک اینجا میتونم گفت به او پیشکش میکرد، با ابراز میداشت که ما عیناً به همون انسان ها به همون پیامبر ایمان داریم که شما نیز به اون ایمان دارید و شروع کرد به خواندن سوره مریم. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیگر همین خیلی آیات ها رو درباره میخوند و گفت یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. این چنین درباره زکریا و یحیی و آنها میخوند. نجاشی در چشمش اشک حلقه زد تا اون پاتریارخایی که فروخته شده بودن آنها نیز وقتی این چیزا رو شنیدن در چشمشون اشک حلقه زد و زیر که تاثیر قرآن آنها اشک میریختن و در این تایم عمرو بن عاص بازی رو باخت و دیگر از همچون رئیس هیئت نماینده‌های مکه دیگر به کینه شخصی انتقام جویی شخصی گذاشت و در نزد نجاشی گفت که ای نجاشی اینها درباره عیسی سخنای بد میگن، اینها عیسی رو تحقیر میکنن، اینها دیگه تهمت رو شروع کرد، دیگه علاج ندارن. وقتی تو به تهمت شروع کرد نجاشی به جعفر گفت شما درباره عیسی چی میگه و شروع کرد به خواندن آیات‌های از سوره به مریم گفت که واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت فی اهلها مکانا شرقیا. درباره همون مریم چه خیلی از قومش دور شد، چه خیلی باردار شد، چه خیلی عیسی رو تولد کرد و اخیراً ببینید راست گفت. اینجا دیگر گپ تاب نداد چون که میدونم که نصرانی ها میگفتن که عیسی یک ذات انسانی است که در آن خداوند تجلی کرده است، نعوذ بالله. این عقیده اونها است و جعفر باشد به او گفت که ما درباره عیسی میگیم که عبدالله و رسوله، یعنی که بنده خدا هست، پیامبر خدا هست، کلمه خدا هست، روحی است که خدای تعالی بر مریم القا کرده است. گفت عقیده ما همین است، همین چیز پیامبر ما درباره عیسی میگه. وقتی که این رو شنید نجاشی خرسند شد و گفت این بین دین ما و بین دین شما مثل یک خط فرقی نیست و گفت که اونا از یک میشکات سرچشمه میگیرن و برای عمرو گفت که اگر گفت یک کوه طلا تو من اینها رو برای تو تسلیم نخواهم کرد و آن هدیه هایی که عمرو آورد برای عمرو بازگرداند و داد و دیگر مسلمان ها به خوشحالی در حبشستان زندگی میکردند. میتونم گفت که از سال 5 بعثت تا
سال 7 هجرت مسلمان ها در حبشستان موندن که تقریبا 14 یا 15 سال است. خیلی بعضی اونها بعد از هجرت مدینه به مدینه آمدن، اول تقریبا 30 چند نفرشون آمدن، لیکن اکثرشون اونجا باقی موندند. خیلی میدونم در روایت آمده است که هنگام جنگ خیبر وقتی پیامبر خیبر را فتح کردن، جعفر ابن ابی طالب همراه یک چند مهاجرای از حبشه به مدینه بازگشته بودند، از مدینه به خیبر رفتند و پیامبر هم وقتی ابو طالب جعفر رو دیدن گفتن که نمیدونم به کدوم جعفر خرسندی کنم یا اینکه به فتح خیبر. از جاشون خستند، جعفر آغوش گرفتند و او را بوسه کردند. خلاصه مسلمان ها 15 سال در آنجا آرامانه زیستند و یک پایگاه مهم برای دعوت اسلام شدند. این بود قصه حبشه. دوستای عزیز، انشاءالله در حلقه های آینده باز واقعه ها و حادثه های را انشاءالله بررسی خواهیم کرد و از تحلیل های خواهیم کرد از سیرت پیامبر علیه السلام که بسیار به حیات امروزی ما علاقمندی دارد و برای ما یک راهنمای خوبه در این تاریکه ها و ظلمات است. شما رو در پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.